ابو حنیفه پیشوای فرقه حنفی میگوید روزی به خانه امام صادق علیه السلام رفتم که آن حضرت را ملاقات کنم. اجازه ملاقات خواستم. امام اجازه نداد. در این وقت عده‌ای از مردم کوفه آمدند. امام علیه السلام با آنها اجازه ملاقات داد. من هم با آنها داخل خانه شدم. چون به محضرش رسیدم گفتم فرزند رسول خدا، بهتر است کسی را به کوفه بفرستید تا مردم را از دشنام اصحاب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باز دارد. من بیش از 10,000 نفر را میدانم که به یاران و اصحاب پیامبر خدا دشنام میدهند. حضرت فرمود مردم از من قبول نمی کنند. گفتم چی کسی از شما نمیپذیرد؟ شما فرزند پیامبر خدا هستید؟ امام فرمود تو یکی از آنها هستی که حرفهای مرا نمیپذیری. اکنون بدون اجازه داخل خانه من شدی و بدون اجازه من نشستی و بدون اجازه من شروع به سخن نمودی. سپس فرمود شنیدم تو بر مبنای قیاس فتوا میدهی. گفتم آری. حضرت فرمود وای بر تو، نخستین کسی که در مقابل فرمان خداوند به قیاس گرفتار شد شیطان بود. آنگاه که خداوند با او دستور داد به آدم سجده کند گفت من سجده نمی کنم، زیرا که مرا از آتش آفریدی و آدم را از گل، در حالی که آتش از گل برتر است. بنابراین با قیاس نمیتوان حق را پیدا کرد. برای اینکه مطلب را خوب بفهمی از تو میپرسم ای ابو حنیفه، به نظر شما کشتن کسی به ناحق مهمتر است یا زنا؟ گفتم کشتن کسی به ناحق. فرمود پس چرا برای اثبات قتل خداوند 2 شاهد قرار داد و در زنا 4 شاهد؟ آیا این 2 تا را به یکدیگر میتوان قیاس نمود؟ گفتم نه. فرمود آیا نماز مهمتر است یا روزه؟ گفتم نماز. فرمود پس چرا بر زن حایض قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست؟ آیا اینها را به یکدیگر میتوان قیاس نمود؟ گفتم نه. فرمود آیا زن ضعیفتر است یا مرد؟ گفتم زن. فرمود پس چرا خداوند در ارث برای مرد 2 سهم قرار داده و برای زن 1 سهم؟ آیا این حکم با قیاس درست می شود؟ گفتم نه. فرمود چرا خداوند دستور داده است که اگر کسی 10 درهم دزدی کند باید دست او قطع شود، ولی اگر کسی دست کسی را قطع کند دیه آن 500 درهم است؟ آیا این حکم با قیاس سازگار است؟ گفتم نه. فرمود شنیده ام در تفسیر این آیه که خداوند می‌فرماید روز قیامت درباره نعمت‌ها از شما پرسیده خواهد شد. گفتید منظور از آن نعمت‌ها غذاهای لذیذ و آبهای خنک در تابستان می‌خورند می باشد؟ گفتم ماری من اینطور معنی کرده ام. فرمود اگر کسی تو را دعوت کند و غذای لذیذ و گوارا در اختیار تو بگذارد پس از آن بر تو منت گذارد، درباره چنین آدمی چگونه قضاوت می‌کنی؟ گفتم میگویم آدمی بخیلی است. فرمود آیا خداوند بخیل است که در روز قیامت راجع به غذاها و آبهایی که به ما داده ما را مورد سوال قرار دهد؟ گفتم پس مقصود از نعمت‌هایی که خداوند می‌فرماید انسان درباره آن مورد سوال قرار می‌گیرد چیست؟ فرمود مقصود نعمت دوستی و محبت ما خاندان پیامبر است. عبدالله دیسانی که منکر خدا بود خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد مرا به پروردگارم راهنمایی کن. امام علیه السلام فرمود نامت چیست؟ دیسانی بدون آنکه اسمش را بگوید برخاست و بیرون رفت. دوستانش گفتند چرا نامت را نگفتی؟ عبدالله گفت اگر اسمم را میگفتم که عبدالله است حتما میگفت آن کس که تو عبدالله و بنده او هستی کیست و من محکوم میشدم. با او گفتند نزد امام علیه السلام بیرو و از وی بخواه تو را به خدا راهنمایی کند و از نامت نیز نپرسد. عبدالله برگشت و گفت مرا به آفریدگارم هدایت کن و نام مرا هم نپرس. امام علیه السلام فرمود بنشین. ناگهان پسر بچه‌ای وارد شد و در دستش تخم مرغ داشت که با آن بازی میکرد. امام صادق علیه السلام با آن پسر بچه فرمود تخم مرغ را به من بده. پسرک تخم مرغ را به حضرت داد. امام علیه السلام فرمود ای دیسانی، این قلعه‌ای که پوست زخیم دور او را فرا گرفته است و زیر آن پوست زخیم پوست نازکی قرار دارد و زیر آن پوست نازک طلای روان و نقره روان می باشد که نه طلای روان با آن نقره روان آمیخته می گردد. بدین حال است و کسی هم از درون آن خبر نیاورده و کسی نمیداند که برای نر آفریده یا برای ماده. وقتی که شکسته می شود پرندگان مانند طاووس‌های رنگارنگ با آن همه زیبایی و خوشخط و خال از آن بیرون می آید. آیا برای آن آفرینده نمیدانی؟ دیسانی مدتی سر به زیر انداخت، سپس سر برداشته و شهادت بر یکتایی خداوند و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داده و گفت شهادت میدهم که توی رهبر و حجت خدا بر خلق او و اینک از عقیده‌ای که داشتم توبه میکنم.